از این 70 ترفند قدرتمند زبان بدن استفاده کن تا مثل یه شیر قدرتمند بشی. بیشتر مردم فکر میکنن قدرت یعنی عضله، پول یا مقام. سخت در اشتباهن. قدرت واقعی بی صداست، توی طرز حرکتت، نشستنت، حتی نفس کشیدنت. قدرت یعنی جوری که بدون حتی یک کلمه حرف زدن کل یه اتاق رو تحت کنترل خودت در بیاری. به قدرتمندترین آدمای تاریخ نگاه کن. اونا دنبال توجه نمیگردن، توجه میاد سراغشون. اونا زیاد حرف نمیزنن، کمتر صحبت میکنن، اما وقتی دهنش رو باز میکنن کل اتاق ساکت میشه و گوش میده. این همون قدرتیه که امروز میخوام بهت یاد بدم. خیلی ها الکی سعی میکنن قوی به نظر برسن، سینه‌شون میدن جلو، صداشون رو میبرن بالا، تلاش میکنن بزرگتر، سرسخت‌تر و قوی‌تر دیده بشن. اما قدرت واقعی تلاش نمیکنه، اون فقط هست. و وقتی این 70 ترفند غیرمنتظره زبان بدن رو یاد بگیری، انرژی از خودت ساطع میکنی که بقیه ناخودآگاه بهت احترام میذارن. اینا فقط چند تا نکته الکی نیستن، اینا تکنیک هایی هستن که قدرتمندترین رهبرها، نترس‌ترین مذاکره کننده ها و سلطه‌گرترین افراد در هر جمعی ازشون استفاده میکنن و اگه تو هم به کار ببریشون دیگه هیچ وقت نادیده گرفته نمیشی. حالا خوب گوش کن، چون وقتی اینا رو بشنوی دیگه از ذهنت پاک نمیشه. شماره 1، پلک زدن آهسته. وقتی آدما استرس دارن یا عصبیان، بدنشون لوشون میده، نفسشون سریع میشه، دستاشون بیقراره. اما بزرگترین چیزی که لوشون میده چشماشونه. آدمای ضعیف زیاد پلک میزنن، این نشونه ترس، استرس و عدم اطمینانه. اما آدمای قدرتمند برعکس عمل میکنن، اونا آهسته و کاملا عمدی پلک میزنن. وقتی یکی سعی میکنه به ترسونتت، نه بترس نه واکنش نشون بده، به جاش سرعت پلک زدنت رو بیار پایین. اجازه بده پلکات با حالتی بیخیال و سنگین پایین بیان و بعد بسته بشن. این یه سیگنال ناخودآگاه از کنترل مطلقه. به طرف مقابل میگه من ازت نمیترسم. این کار رو توی یه درگیری انجام بده و یه چیز فوق‌العاده میبینی. طرف مقابل شروع میکنه به شک کردن به خودش، صداش ممکنه بلرزه، بدنش جابجا بشه، حتی ممکنه اون شروع کنه به تون تون پلک زدن. حالا این اونه که زیر فشاره. شیرها هول نمیشن، شیرها واکنش نشون نمیدن، شیرها فقط مشاهده میکنن و از این به بعد تو هم همین کارو میکنی. شماره 2، حرکات سنگین. بیشتر مردم اصلا نمیفهمن که با حرکاتشون چقدر ضعیف به نظر میرسن. موقع راه رفتن بالا پایین میپرن، وزنشون رو دائم از این پا به اون پا میکنن، جوری به نظر میان که انگار با یه اشاره میشه پرتشون کرد. اما آدمای قدرتمند متفاوت حرکت میکنن. اونا جوری حرکت میکنن که انگار خود جاذبه روشون سنگین تره. هر قدمشون کنترل شده است، هر حرکتشون از روی قصده. وزنشون رو بی دلیل جابجا نمیکنن، تکون تکون نمیخورن. جوری حرکت میکنن که انگار صاحب زمینی هستن که روش قدم میذارن. وقتی میایستی تصور کن وزنت داره توی زمین فرو میره. پاهات رو محکم روی زمین بذار، حس کن که هیچی نمیتونه تکونت بده. وقتی راه میری عجله نکن، قدمهات سنگین ولی روان باشن، مثل یه شیری که دنبال شکارشه. این باعث میشه تزلزل ناپذیر به نظر بیای، مثل یه نیروی طبیعت. تو فقط توی یه اتاق وجود نداری، تو اون اتاق رو مال خودت میکنی. شماره 3، اسکن 3 ثانیه‌ای. بیشتر آدما وارد یه اتاق میشن و بلا فاصله شروع میکنن به حرف زدن. اشتباه آماتورها. آدمهای قدرتمند یه کار متفاوت میکنن. قبل از اینکه حرف بزنن اتاق رو اسکن میکنن. وقتی وارد یه اتاق میشی دقیقاً 3 ثانیه وقت بذار و به اطرافت نگاه کن، مشاهده کن. با چند نفر از افراد کلیدی یه تماس چشمی کوتاه برقرار کن. این کار فوراً انرژی فضا رو تغییر میده. آدما قبل از اینکه حتی یک کلمه بگی حضورت رو حس میکنن. این کاریه که مدیرعامل‌های بزرگ، سیاستمدارها و فرماندهان نظامی انجام میدن. این کار بقیه رو مجبور میکنه قبل از اینکه حتی دهنت رو باز کنی بهت توجه کنن. این رو امتحان کن، ببین چطور آدما ناخودآگاه منتظر میمونن تا تو شروع به صحبت کنی. تو همین الان کنترل کل اتاق رو به دست گرفتی بدون اینکه حتی یک کلمه حرف زده باشی.
شماره 4 قدرت سکون. وول خوردن و بیقراری نشونه ضعفه. جابجا کردن وزن، ور رفتن با لباس، ضرب گرفتن با انگشت‌ها، هر حرکت کوچیک داره فریاد میزنه من معذبم. آدمای قدرتمند این کارو نمی‌کنن. اونا سکون و بی حرکتی رو در آغوش میکشن. دفعه بعدی که کسی به چالش کشیدت فوراً واکنش نشون نده. موقعیتت رو حفظ کن، نه جابجا شو، نه پلک بزن. حرکت ناگهانی انجام بده. این یه حضور ترسناک ایجاد میکنه، مثل شیری که منتظر حمله است. این طرف مقابل رو معذب میکنه. اون شروع میکنه به توجیه کردن خودش، شروع میکنه به توضیح دادن. اون سکوت رو پر میکنه چون نمیدونه تو داری به چی فکر میکنی. سکوت قدرته، بی حرکتی سلطه است. روی این مسلط شو و صاحب هر مکالمه ای خواهی بود. شماره 5 مکث استراتژیک. بیشتر آدما میخوان سکوت رو پر کنن، فوراً به سوالا جواب میدن، سریع حرف میزنن و نمیفهمن این کار چقدر ضعیف نشونشون میده. آدمای قدرتمند صبر میکنن. وقتی کسی ازت سوال میپرسه قبل از جواب دادن 1 تا 2 ثانیه مکث کن. بذار سکوت سنگینی کنه. کاری کن قبل از اینکه حتی حرف بزنی سنگینی کلماتت رو حس کنن. این کار به طور نامحسوس توازن قدرت رو به نفع تو تغییر میده. طرف مقابل رو مجبور میکنه به کلماتت آویزون بشه، چون فکر میکنه جوابت حساب شده و مهمه. این کار باعث میشه به خودشون هم شک کنن. ممکنه با خودشون فکر کنن نکنه حرف اشتباهی زدم، نکنه بهش برخورد. این کاریه که مذاکره کننده های حرفه‌ای انجام میدن. هرچی بیشتر بقیه رو منتظر بذاری کلماتت با ارزش‌تر میشن. شماره 6 پایان دادن به گفتگو. آدمای ضعیف منتظر اجازه میمونن تا از یه گفتگو خارج بشن. آدمای قدرتمند خودشون تصمیم میگیرن کی تموم بشه. وقتی حرفت تموم شد منتظر یه پایان مؤدبانه نباش. به جاش درست قبل از اینکه طرف مقابل جمله‌شو تموم کنه یه لحظه نگاهت رو به یه سمت دیگه بنداز، یه سر تکون دادن کوچیک، بدنت رو کمی بچرخون و جوری رفتار کن که انگار ذهن درگیر کار بعدی شده. این پیام روانی میفرسته: من به اندازه کافی برات وقت گذاشتم. تو تصمیم میگیری کی مکالمه تموم بشه، نه اونا. اینجوریه که افراد سطح بالا به طور نامحسوس تعاملات اجتماعی رو کنترل میکنن. امتحانش کن و ببین چطور آدما یهو شروع میکنن به ارزش قائل شدن برای وقتت. شماره 7 نگاه آخر. آدمای قدرتمند فقط نمیرن، اونا یه تأثیر از خودشون به جا میذارن. وقتی داری میری برای یه لحظه کوتاه مکث کن و برگرد یه نگاه بنداز، فقط برای 1 ثانیه. نه لبخندی نه واکنشی، فقط یه نگاه سرد و غیر قابل خوندن. این کار یه تأثیر قدرتمند داره. باعث میشه آدما حس کنن یه چیز عمیق‌تری در مورد تو وجود داره. باعث میشه وسواس پیدا کنن که تو رو کشف کنن. آدما کلمات رو یادشون نمیمونه، احساسات رو یادشون میمونه و اگه این کار رو درست انجام بدی تا مدت‌ها بعد از رفتنت تو رو به خاطر خواهند داشت. خب حالا تو 7 ترفند غیر منتظر زبان بدن رو بلدی که باعث میشه فوراً قدرتمند به نظر بیای. اما اینم حقیقته، زبان بدن به تنهایی کافی نیست. قدرت فقط به طرز حرکتت نیست، به طرز فکرت هم هست. میخوای عمیق‌تر بشی؟ ویدیو بعدی من رو ببین، روانشناسی تاریک نفوذ. حالا خوب گوش کن. فلسفه مدرن یه جنبشه که بهت یاد میده قدرتمند بشی. یا همین الان سابسکرایب کن یا برای همیشه ضعیف بمون. انتخاب با خودته. به زودی میبینمت.